برادران عزیز، مردم تاجیکستان عزیز، هیچگاه فریفته این نیرنگبازا و این فریبگرا و این گویم که برای دنیا دووده و برای کرسی کردن شو چی بود نبود گذشت و دیدیم همه ما و شما عذاب و مشقت و روزهای وزنی ندیدیم، یک حالتهای را دیدیم که حسابش گفتنش باور کنی در عقل یه طوری نمیگیری. همه ای گرسنگی و عذاب و مشقت چه عذابها چه روزها دیدیم. امروز باید یک کاری کنیم که مردم تاجیکستان من آشکار میگویم و یک دل پر میگویم که دیگر اینها را گوش نمیکنن و او کارها و کردارهای کردند گذشتند مردم را گمراه کردند با واسطه مردمی گویم که خواجگان خارجی علاقه مردم اینا آموختن دیدن در حیات سنجیدن چقدر 150,000 زیاد مردم تاجیک پدر مادر برادرها گذشته شدن، چقدر مادرها گویم که یتیمدار شدن، چقدر عذاب و روزهای سیاه و وزنین به سر مردم ملت تاجیک آوردن. کبیری بیا قطعی خواجگانت که در همون خارجه هستی خودت با همونها کار باید که مردم تاجیکستان قدید گوی نشه. تو باید در خیر در استقامت کجا هستی؟ خارجه هستی. با وطن ما و همون دهه که در شما در چی گپ زدن در همون قشلاق هم مردم تو برآمد کردن که همون صدقه هم قشلاقت کنن، صدقه همون خاکی که در اونجا خون نافذ ریخته. امروز با مردم فریاد کرده و وای کرده و فتنه انداخته زی یگان مردم یگان فردی تاجیکستان که شما را گوش نمیکنه و نخواهد شنیدن هم نمیخواهد. باز برای کرسی و منصب و دوده الحمدلله تنجی را بون که شب ساعت 1 شب 2 شب اگر یک کارت باشه میخیزی با ای گوشه تاجیکستان با گوشه دیگرش میره با خارج گویم با ازبکستان با گوشه بزرگ ساعت 2 شب 3 شب به یگان ممانعت تنج آرامی این بهترین نعمت تنجی امانی آرامی. برای همین در آخر سخن همین را گفتنی هستم که به مردم شریف تاجیکستان باز خبردار میکنم میگویم که برادران عزیز، پدران، برادران، مادران، خواهران هیچگاه فریفته این نغمه‌گرا این فتنه‌گرا نشوید. این وطن نازنین دوست بداریم، آباد کنیم، سرجم یک جایه باشیم. تنجی بهترین نعمت برای همین در آخر همین گفتنی هستم که ما مردم تاجیکستان دیگر شما را و حزب شما را در وقتش قبول نداشتیم، حاضرم قبول نداریم و نخواهیم داشت.